میگه روز قیامت وقتی پیامبرمون مقام محمودی میبرنش، میگه حضرت وقتی که همین سرکی در سجده میمونده است، فقط تضرع و زارش همین بوده: الله مهربان، نمیخواهم که امت ما خوار بینم، نمیخواهم که امت ما ذلیل بینم، نمیخواهم که امت ما سرگردان ببینم. الله مهربان همون وعده ای که بود اجرا کن. همینجا بعد پیامبرمون الله میگه ارفع رأسک واشفع شفاعتی. ای پیامبر سرت بردار، چی مقدار میخوای شفاعت کنی؟ شفاعت کن. همین میدان همه در اختیار ما. این خیل پیامبر الحمدلله رب العالمین. برادر عزیز، خدای مهربان لایق ماندیده است که ما محمد صلی الله علیه و سلم امت هستیم و امیدم داریم که خدای هست که در همون توده مردم